بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه دفاع از سنت و امروز هم یکی از موضوعات مهم رو میخوایم خدمت شما عرض بکنیم و در موردش صحبت بکنیم و اون هم تفسیر آیه های 7 تا 9 سوره ممتحنه در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در این مورد سوال‌های از ما شده، مطالبی پیش اومده و در این مورد سوال شده. ما می‌خوایم تفسیر این آیات رو خدمت شما بینندگان عزیز ان شاء الله ارائه بدیم. در خدمت جناب عبدالحمید عالی هستیم و ان شاء الله تفسیر این آیات رو طبق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشون خواهیم پرسید. جناب دکتر، السلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدین به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر خیلی خوش اومدین و از اون تشکر میکنیم. در مورد این آیات 7 تا 9 سوره ممتحنه دوست داشتم در مورد این آیات برامون توضیح بدین. در ابتدای این سوره یک سوره خیلی ویژه‌ای هست. مثلا در ابتدای سوره الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای کسانی که ایمان آورده اید دشمنان من و خودتون رو به عنوان دوست اختیار نکنید. بعد در این آیات دیگه‌ای که در آیات 8 و 9 به ویژه در اینجا الله متعال میفرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. خداوند شما را نهی نمی کند در مورد کسانی که با شما نجنگیدند و شما را از کشورتون از سرزمینتون خارج نکردند که با اونها نیکی کنید و عدالت داشته باشید. این دو تا آیه مثلا در ابتدا و این یکی در آیه 8 چجوری میشه اینا رو با هم جمع کرد؟ و آیه 9 دوباره انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم، دوباره باز در مورد همین قضیه هست که خدا شما را نهی میکند در مورد کسانی که با شما جنگیدن، اینا همشون کافرن. ما میبینیم در این آیات الله متعال در مورد عداوت صحبت کرده، در مورد مودت صحبت کرده، در مورد بر و قسط صحبت کرده، همش در مقابل کافر اینها. ما آیا قاعده ای داریم؟ آیا در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطالبی وجود داره که این قضایه رو برای ما روشن کرده باشه که ما بدونیم کدوم کلمه رو در چه موقعیتی قرار بدیم و کدوم موقف رو داشته باشیم در چه جایگاه و در چه زمانی؟ بسیار سوال بسیار بجا و قشنگی است، مخصوصا که بسیاری از مردم از ما پرسیدند و سوال کردند در مورد معنی دقیق این آیه ها در سنت. البته همون چیزی که شما فرمودید در ابتدا که پروردگار فرموده لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، که میفرماید شما کسانی که ایمان آورده اید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون را دوست نگیرید، یعنی به عنوان دوستی با چنین افرادی برقرار نکنید. تلقون الیهم بالموده، که با محبت و دوستی با آنان رفتار کنید، محبت صادقانه، مودت یعنی محبت صادقانه، در حالی که وقد كفروا بما جاءكم من الحق، در حالی که آنان کافر شده اند به حقی که برای شما آمده. بعدا میفرماید یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، میگه شما را، پیامبر خدا را، از سرزمین خود بیرون کرده اند و شما هم را بیرون کرده اند. در اینجا مشخص شده که منظور کافران با توجه به این آیه به چند گروه تقسیم می شوند، یعنی به صورت کلی به 2 گروه تقسیم می شوند در این صورت.
یک گروه کافر حربی هستند که با مسلمانان می جنگند، یک گروه کافری هستند که حربی نیستند، با مسلمانان نمی جنگند، مسالم هستند. بله. یا اینکه کافر ذمی، کافر ذمی. بله. اگر اینا را حساب کنیم میتونیم بگیم آقا ما سه نوع کافر داریم، یکی کافر ذمی داریم، یکی کافر حربی داریم و یکی افرادی داریم که اصلا اهل جنگ نیستن ابدا. حالا ما بیاییم با این آیات بررسی کنیم. البته انگار مسائلی پیش اومده بود در بعضی از این شبکه‌های خودمون، شبکه‌های توحیدی، در رابطه با فهم و درک این آیات. و من هم وقتی که این قضیه بود و دوستان از ما پرسیدن که فهم این آیات چگونه هست، یعنی در واقع آیا ما باید چگونه این آیات را بفهمیم. درسته. مطلب احساس میکنم مسئله خیلی مهمی هست در واقع و ضروری است که مسلمانان به این مسائل توجه خوبی داشته باشند، یعنی مطلب آنچنان که وارد وجود دارد بفهمند. خداوند متعال در این آیه هفتم میفرماید عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. میگه امید هست که پروردگار در میان شما و در میان کسانی که با آنان دشمنی میکنید، یعنی از کافران، امید این هست که پروردگار مودت و محبت صادقانه در میان شما و آنان ایجاد کنه. یعنی با اینکه اونا مسلمان بشن. بله، یعنی اگر اونا، چون هر لحظه احتمال داره بالاخره کسی که تا امروز مسلمان نبوده از امروز و بعد مسلمان شود. یعنی این در واقع این آیات در مورد مشرکین مکه سخن میگه. مشرکین مکه دیگه بحث کافر ذمی و اینا نیست، یعنی مشرکین مکه هستند و معمولا اهل ذمه به اهل کتاب گفته می شود، به یهود و نصارا. بله. در اینجا هرچند بعضی از اهل علم حتی میگویند کافران دیگری که از اهل کتاب نباشند به شرط اینکه با مسلمانان عهد و پیمانی داشته باشند یا در سرزمین اسلامی زندگی کنند، میتوانند اونا هم اهل ذمه باشند و به مسلمانان جزیه پرداخت کنند و در جامعه اسلامی زندگی کنند که امام مالک نظرش بگیرد. حالا در اینجا این نظر هم ظاهر نظر درستیه، چون بله. کشورهای مثلا مثل هندوستان یا اون وقت که فتح شدن اونجا جمعیت بسیار زیاد بود همون زمان هم. بله کاملا. نمیشه که همه رو از دم تیغ گذروند. بله واقعا اینجوریه، یعنی فهم بسیار قشنگی و هیچ دلیل صریحی وجود ندارد که بگوید حتما این فقط مخصوص اهل کتاب است، چون در دنیا و اصلا چین الان یکی بزرگترین کشورهای دنیا یکی چین است، یکی هند است. حالا مثلا فرض کنیم مسلمانان میان چین را فتح کنند، حالا مگر باید بیان تمام عمر را بکشند یا فقط اون کسانی که می جنگند و قتال میکنند و کسی که کاری به این نداشته باشد مسلمانان کاری به اونا ندارند. و این نظر امام مالک در اینجا نظر بسیار قوی است، چون که شما فرمودید درسته. پس در اینجا میفرماید پس امید هست کسانی که شما با آنان دشمنی دارید، با هم دشمن هستید و با هم می جنگید و اهل یعنی دشمنی با هم دارید، مسلمان و کافری که با هم می جنگند، امید هست روزی پروردگار مودت و محبت صادقانه در میان شما ایجاد کند. یعنی امید هست اونا مسلمان شوند و با شما رابطه برقرار کنند و اصلا امید هست که شما از آنان ازدواج با آنان ازدواج کنید و بالاخره باعث مودت و محبت می شود. والله قدیر. در اینجا گفت لفظ قدیر هم بیان کرده، در اینجا اسم قدیر پروردگار بیان کرده قدرت نامحدود پروردگار است، چون به صیغه مبالغه گفته. پروردگار توانایی اینو دارد که آنان را هدایت کند و در میان شما و آنان محبت و مودت ایجاد شود. والله غفور رحیم. و پروردگار بسیار آمرزنده و بسیار مهرورز است. یعنی اگر در گذشته چیزی بوده دیگه پروردگار بعد از اینکه ایمان آوردن تمام پروردگار اونا را میبخشد و به آنان رحم و مهر خودش شامل حال آنان میکند. و این نکته خیلی قشنگه. اینجا کلمه رحیم هم به کار بوده که رحمان برای عام است،
کافر و مسلمان شامل می شود، اما رحیم فقط برای اهل ایمان. والله غفور رحیم، یعنی بعد از اون از رحمت رحیم بودن پروردگار بهره مند خواهد شد. حالا آیه بعدی میفرماید پس در ابتدای سوره که پروردگار به شما میگوید کافران را دشمن بگیرید، با دشمنان کسانی که با شما دشمنی میکنند و با خدا، پروردگار میفرماید کسانی که با من دشمنی میکنند و با خودتون دشمنی میکنند آنان را به دوستی نگیرید که به آنان مودت و محبت صادقانه داشته باشید. اما در اونجا نهی کرده که ما با آنان محبت صادقانه داشته باشیم و با آنان رابطه دوستی داشته باشیم. اما میگوید لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. میفرماید الله شما را منع نمی کند از کسانی که، یعنی کافرانی که با شما نجنگیدند در دین، یعنی با شما به خاطر دین با شما جنگی نکردند، ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما را از سرزمین خود بیرون نکردند. پس با چنین افرادی هیچ خدا شما را منع نکرده است، شما را نهی نکرده ان تبروهم که با آنان نیکی کنید و تقسطوا الیهم و با عدالت با آنان رفتار کنید. چرا؟ ان الله یحب المقسطین، چون پروردگار کسانی را دوست دارد که اهل قسط و عدالت باشند و عدالت پیشه باشند. یعنی اصلا پیامبران برای چی اومدند؟ پروردگار میفرماید ما پیامبران را فرستاده ایم لیقوم الناس بالقسط، تا این که مردم برای اجرای عدالت قیام کنند، برخیزند. یعنی در واقع اصل آمدن پیامبران برای این است که در جامعه عدالت و دادگری در میان مردم حاکم شود. حالا در این زمینه نگاه کنیم که تفسیر این آیه که در اینجا میفرماید پروردگار شما را منع نمی کند از کافرانی که با شما نجنگیده اند در دین و شما را از خانه و کاشانه خود بیرون نکرده اند، اشکالی ندارد که با آنان نیکی کنید، احسان کنید. درست. و تقسطوا الیهم، و با آنان به صورت عادلانه رفتار کنید. امام احمد و امام بخاری و امام مسلم حدیثی را برای ما نقل میکنند. البته این نکته خیلی خشنگ است که امام بخاری این احادیث را متوجه شویم که در چند جا این حدیث را آورده. امام بخاری این حدیثی که در اینجا من میخونم در باب صلة الوالد المشرف، در این باب میفرماید امام، یعنی روی بعد از این آیه میفرماید باب صله رحم با پدر مشرک. اینجا امام بخاری فرموده والد یعنی پدر، والدین یعنی پدر و مادر. اما مطلبی که الان حدیثی که بدون بر میآید در مورد مادر است. یعنی دیگه وقتی که امام بخاری نکته را قشنگ خیلی زیبا گرفته، یعنی تصور نکنید این فقط برای مادر است، برای پدرش هم هست. این است که فقه امام بخاری خیلی دقیق است. اینجا حدیثی که برای ما آورده در مورد مادر است، اما بابی که امام بخاری از آن استنباط میکند یعنی میگه برای پدر باشد یا مادر باشد. تصور نکنید این فقط برای مادر است. دقت کنید میفرماید اسماء دختر ابوبکر صدیق رضای خدا بر دوتایشون باد میفرماید مادرم آمد پیش من، قدمت علی امی و هی مشرکتون فی عهد قریش، در حالی که مادر من مشرک بود در زمانی که ما با قریش عهد و پیمان داشتیم، معاهده بود در بین مسلمانان و کافران قریش. اذ عاهدوا رسول الله صلی الله علیه و سلم، هنگامی که با رسول خدا عهد و پیمان داشتند که تا 10 سال با هم در امنیت و آسایش باشند و کسی
مزاحمتی برای کسی ایجاد نکنه. این یه شروط مفصلی داشت همون صلح حدیبیه. بله. و میفرماید در این حالت که آنان عهد و پیمان داشتند با خود پیامبر خدا و با پدرش که ابوبکر صدیق است، میگه آمد از رسول الله سوال کرد، استفتاح کرد، فتوا خواست. فرمود ای رسول خدا، مادرم آمده پیش من و او دوست دارد، یعنی علاقمند است که من با او باشم و از او استقبال کنم و آیا چنین کاری انجام بدم؟ افاصلها، آیا من با او رابطه رحم ایجاد کنم، این ارتباط با او برقرار کنم؟ قال نعم سلیها، بله با او در ارتباط باش، اشکالی ندارد. این حدیث در لفظ دیگری که امام ابن عیینه آن را روایت می کند میفرماید بعداً پروردگار این آیه را نازل فرمود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. پروردگار شما را منع نمی کند از کسانی که با شما نجنگیده اند در دین، ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما را از خانه و کاشانه خود بیرون نکرده اند. پروردگار شما را منع نمی کند که با آنان نیکی کنید و با آنان به صورت عدالت رفتار کنید. البته در بعض دیگر الفاظ این حدیث آمده که مادرش برایش هدیه آورده بود. درسته. و گفت او دوست دارد که من یعنی هدیه برای من آورده، آیا من هدیه ازش بپذیرم یا نپذیرم یا چگونه با او رفتار کنم؟ درست. صلی الله علیه و سلم بله هدیه را ازش بپذیرید، در حالی که هدیه رسول الله فرموده هدیه برای چیز؟ برای ازدیاد محبت هست، یعنی باعث می شود محبت ایجاد شود. ایشان برای یعنی مادر برای فرزندش چی آورده؟ هدیه آورده. آمده برای دیدن، یعنی از مکه آمده برای دیدن و زیارت دختر خودش. درست. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجوری می‌فرماید. پس در این آیه مشخص می شود که انسان یعنی نیکی کردن، صله رحم بجا آوردن با کافران هیچ مشکلی ندارد. و امام بخاری حتی در اینجا از این حدیث اینو برداشت کرده که اگر پدر مشرک هم باشد باز هیچ اشکالی ندارد و مانعی نیست. و امام بخاری باز یک مطلب دیگری باز آورده در مورد همین حدیث، می‌فرماید این حدیث را برای یک حکم دیگری را از آن استنباط می‌کنه. میگه باب صلة المرأة امها ولها زوج. این نکته باز خیلی قشنگه است. یعنی می‌فرماید زنی که مادرش مشرک است و این زنم ازدواج کرده، الان شوهر دارد خودش و مادرش که مشرک است به دیدن او آمده، آیا میشه با او در ارتباط بود؟ میگه بله. یعنی میشه باش دیدار بکنه، دیدار کند، ملاقاتش کند، صله رحم داشته باشد. او داره از مکه اومده دیگه به مدینه، بعد الان اسماء دختر ابوبکر اولاد به خانه خودش ببرد و شب پیش او باشد، زندگی میکنند، با هم برایش غذا درست میکند، او برایش هدیه آورده، هیچ اشکالی. این یک امر طبیعی. و امام بخاری باز یک حدیث دیگری در همون باب آورده، همون حدیثی که ابو سفیان که به هرقل میگوید، هرقل که از او سوال میکند که میگوید آیا این پیامبری که به سوی شما آمده شما را به چه چیزی دستور میدهد؟ گفت یأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. یعنی حتی ابو سفیان یعنی میگفت این پیامبر ما را به این کارها دستور میده، میگه نماز بخوانید، صدقه بدهید، عفت و پاکدامنی داشته باشید، صله رحم داشته باشید. باز هم امام بخاری یک حدیث دیگری را، باب دیگری برای ما گذاشته، میفرماید باب صلة الاخ المشرک. باب صلة اخ المشرک یعنی چی؟
یعنی امام بخاری یک باب دیگر برای ما آورده، در همین باب میفرماید باب صله رحم به جا آوردن با برادر مشرک. یعنی کسی برادری دارد، برادر مشرکی دارد، با او صله رحم را به جا می آورد، هیچ اشکالی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مسلمانان دستور داد، فرمود اگر شما مصر را فتح کردید، در اونجا مصر در واقع باید میگفت یعنی خانواده همسر من همسرم که ماریه بود، ماریه قبطی اهل مصر بود، فرمود مصر با من رابطه چی دارن؟ پدرزنی و بالاخره برادرزنی و اینا با من دارن، رابطه فامیلی داریم از طریق ازدواج. پس با آنان در میان ما و آنان صله رحم وجود دارد، با آنان به نیکی رفتار کنید. اگر مصر را فتح کردید به نیکی با مصر رفتار کنید. نگاه کن از این کل مصر با کل مصر به نیکی رفتار کنید، چون پدر زن من اونجا هستند، پدر زنم، برادران و خواهران و خانواده همسر من که حتی ماریه قبطی همسر اصلی هم نبوده. بله. یعنی به عنوان یکی از امهات المؤمنین نیست، به عنوان یک کنیز به او هدیه داده شده. درسته. آنچنان رسول خدا میفرماید. در اینجا هم یک نکته دیگری که خیلی مهمه، این مسئله، این بحث امام بخاری این حد اینجا یک حدیثی را برای ما بیان میکند. میفرماید امام عمر، سالم فرزند عبدالله ابن عمر، یعنی نوه امام عمر، میفرماید عبدالله ابن عمر میفرماید عمر ابن خطاب یک لباسی را در بازار، یک لباس ابریشمی را در بازار که خریده میشد، آن را گرفت در بازار و آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفت ای رسول خدا، این لباس را بپوش، یعنی این برای شما خیلی مناسب است این لباس. فرمود لو اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعه، فرمود اگر این لباس را میخریدی ای رسول خدا، خیلی قشنگ بود این لباس ابریشمی، برای هم در روز جمعه آن را میپوشی، تجمل بها للعید، در روز عید با آن بالاخره خودتو آراسته میکنی. و در لفظ دیگر میفرماید وللوفود اذا قدموا عليك، وقتی که از اطراف افرادی میآیند و به عنوان نماینده مثلا اقوام خود و قبایل خود به سمت شما میآیند، سفیرانی که میآیند و نماینده های مردم که میآیند، اگر این را میپوشی خیلی قشنگه، یعنی هم برای روز جمعه، هم برای روز عید، هم برای وقتی که مهمانانی از اطراف و اکناف به سمت شما میآیند. رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخره، فرمود این تنها کسی این لباس را میپوشد که در آخرت هیچ سهمی ندارد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم باز افرادی چنین لباسی را برایش آوردند که لباس ابریشمی توش بود. یکی از این لباس ها را فاعطى عمر بن الخطاب منها حله، یکی از اینها را به عمر بن خطاب بخشید، یعنی دقیقا همون لباس ابریشمی. فقال عمر برای رسول الله آورده بودند. یعنی بعضی لباس های برایش آورده شده بود که در میان آن لباس های ابریشمی بله هدیه آورده بودند و رسول خدا هم صلی الله علیه و آنان را قبول کرد و یکی از آنان را به عمر بن خطاب داد. عمر فرمود یا رسول الله کسوتنیها وقد قلت فی حلة عطارد ما قلت، در حالی که در اون لباسی که عطارد آورده بود، الان مشخص میشه که اون شخصی که لباس را آورده بود اسمش عطارد بود که میفروخت. فرمود در حالی که برای لباس عطارد اینجوری گفتی که من گفتم اینو بپوش برای خودت در روز عید و روز جمعه و برای مهمانانی که میآیند. فرمود رسول خدا لم اکسکها لتلبسها، گفت من اینو به تو ندادم که آن را بپوشی برای خودت. پس گفت چکارش کن؟ فرمود تبیعوها او تکسوها، یا اینکه آن را
میفروشی و کسی که برایش جایز است، یعنی میفروشی به یک کافری که برایش مهم نیست حلال و حرام، یا اینکه میدهید به کسی که برایش جایز است. ای لتصیب بها مالا، یعنی یا را میفروشید که مالی به دست بیاورید، او تصیب بها حاجتک، کار نیازی که داری به آن برآورده میکنید به آن پول. و بعدا میگوید امام عمر آمد این لباس را فرستاد برای برادر خودش، یک برادری داشت در مکه که هنوز مسلمان نشده بود، امر به برادر خودش داد. درست. و امام بخاری این حدیث را در آنجا، یعنی میگه هنوز که مسلمان نشده بود، این لباس را برای او فرستاد به عنوان هدیه که از آن استفاده کند. این هم امام بخاری دقیقا این حدیث را زیر این باب آورده، فرموده صلة الاخ مشرکی، یعنی رابطه. بله ببخشید صحبتتونم قطع کردم. رابطه مسلمان با برادر مشرکش. آفرین. من چی گفتم؟ نه شما درست فرمودید. من می‌خواستم بگم یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و خدمت بینندگان عزیز برمیگردیم. پس بینندگان عزیز با ما باشید. پس از دیدن یک میان برنامه کوتاه با شما خواهیم بود. خداوندا نگاهم کن، چقدر دور از تو جا ماندم. همه اهل دلان رفتند، من از یاران جدا ماندم. ز بس غرق گناه بودم، به غفلت فرصتم کم شد. به خود چون آمدم دیدم، مرا یک نقطه عالم شد. در آن یک نقطه جایی نیست برای زندگی کردن. تمام است فرصتم یا رب برای بندگی کردن، ولی هرگز نمی بازم امیدم را به این زودی. به امیدی که دریابی مرا از کام نابودی. هنوز هم روشن است شمع امیدم کنج این خانه، ز جام رستگاریم بنوشان یک دو پیمانه. خداوندا دلم دایم ز عشقت مست و لبریز است. چقدر عشقت خدای من بر این بنده دلانگیز است. نمیخواهم در این دنیا گرفتار گناه باشم، در آن دنیا به پیش تو خدایا رو سیه باشم. مجال توبه میخواهم خداوندا مجالم ده، برای بندگی کردن تو شوق و حس و حالم ده. بهار دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است، و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند
مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي. مثال حق، ندای حقیقت. سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم در برنامه دفاع از سنت و موضوع برنامه تفسیر آیه های 7 تا 9 سوره ممتحنه بود. جناب دکتر، ما در بخش اول شما در مورد این آیه صحبت فرمودید و مطالب بسیار مهمی در این مورد ارائه فرمودید. آیا مطلب دیگری باقی مونده که بخواید در موردش صحبت بکنید؟ احادیث دیگری در این مورد وجود داره که بتونه بهتر موضوع رو روشن بکنه؟ بله. حقیقت امر این بود که اصل این چند حدیثی که بیان شد، یعنی امام بخاری آورده بود، یکی اون حدیث اسماء و دیگری حدیثی که امام عمر روایت میکند که در لفظ امام عمر خیلی واضح میفرماید، یعنی اون در لفظی که امام مالک آن آورده میفرماید در صحیح بخاری از طریق امام مالک میفرماید فکساها عمر اخا له بمکه مشرکا، و در بعض الفاظ دیگران میفرماید قبل ان یسلم. و ابن دینار هم که روایت میکند بعض صحیح بخاری از طریق ابن دینار میفرماید قبل ان یسلم، قبل از اینکه مسلمان شود. پس یعنی امام عمر اون لباسی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به او داده بود، یعنی یک لباس ابریشمی که در واقع برای مردان پوشیدن آن جایز نیست و حرام است، رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را به امام عمر داد. امام عمر هم فرمود مگر برای خودم بپوشم؟ فرمود نخیر، میتونی بفروشید، میتونی مثلا به کسی دیگری بدهید که دلت میخواد. امام عمر هم آن را فرستاد به مکه برای برادر مشرکی که داشت و به عنوان هدیه به او داد. و این میرساند که رابطه انسان، یعنی مسلمان، با مشرک و با کافر هیچ به شرط اینکه اهل جنگ نباشد و اهل حرب نباشد مانعی ندارد. درسته. جناب دکتر، خیلی جالب بود. من اتفاقا میخواستم همین سوال رو بپرسم. آیا جایز مسلمان به کافر هدیه بده یا از کافر هدیه قبول بکنه؟ که در این حدیث صراحت وجود داشت که کافر به پیامبر هدیه داده، پیامبرم به سیدنا عمر گفته که اونو بده به یکی دیگه، اونم به برادر کافرش داده. آفرین، بله کاملا. یعنی در اینجا آخر مثلا کسانی میگویند، حتی ممکنه کسانی در مورد این آیه اینجوری برداشت کنند که این حدیث که مثلا اون آیه ما حدیث را خوندیم که گفت در مورد اسماء دختر امام ابوبکر صدیق نازل شد که هنگامی که مادرش آمد به او هدیه برایش آورده بود و آمده بود او را ملاقات کند برای دیدنش و برای زیارت اینا. در این حال بعضی میگویند این فقط برای زنان است که زنان اهل جنگ و قتال و اینا نیستند. نه، در اینجا برعکس، اینجا امام عمر برای برادر مشرک خودش میگوید. به همین دلیل امام بخاری این حدیث را
این حدیث امام عمر را در چند جا آورده. یکی نوشته یعنی در چند باب این را آورده. در باب صله رحم با برادر مشرک، این یکی. در باب لباس زیبا پوشیدن هنگامی که مهمانی برای انسان می آید و در هنگام لباس در روز عیدین، یعنی پوشیدن لباس قشنگ در روز عیدین، همون حدیث را آورده. و در باب تجارت فيما يكره لبسه للرجال والنساء، حتی امام بخاری میفرماید برای زنان جایز، یعنی جایز است انسان تجارت کند با چیزی که حتی پوشیدن آن برای زن و مردم جایز نباشد. این نکته خیلی مسائل در زیر این احکام یعنی میشه فهمید. یعنی قرار نیست مثلا چیزی که برای کسانی مثلا جایز نیست در حالتی بپوشند، مثلا حتی میتونید یعنی کسی میتواند وسایلی که فقط برای کافران است خرید و فروش کنه. درست. این خیلی واضح است. یعنی خیلی ها سوال میکنن آیا میشه ما مثلا چیزی هست فقط برای کافران است، آیا میشه در اونجا خرید و فروش کنه؟ بله میشه. طبق این حدیث که رسول خدا صلی الله علیه وسلم اون شخص را که جلوی در مسجد نشسته بود، یعنی در این حدیث آمده که این مرد که آمده بود امر جلوی در مسجد گذاشته بود که میخواد بفروشد برای فروختنش در جلوی در مسجد. یعنی ما اون لفظ را از حدیث نیاوردیم که دقیقاً لفظ حدیث میفرماید در جلوی در مسجد آمده بود. میفرماید ان عمر رأى حلة سیراء عند باب المسجد، جلوی در مسجد اون لباس قشنگ زیبای ابریشمی را دید که آورد برای رسول خدا. پس امام بخاری در اینجا این حدیث را، فقط یک حدیث است، در این ابواب مختلف آن را آورده است. و بعدا در باب دیگر باب هدیه ما یکره لبسه، یعنی انسان میتواند هدیه ای را به کسی بدهد که برای خودش کراهت دارد. حتی این لفظ کراهتی که امام بخاری میگوید بر حرام بودن حمل می شود، چون حرام است پوشیدن برای مردان. و در اینجا هم باز هم امام بخاری در یک باب دیگر باب الهدیه للمشرکین، در این باب هم این حدیث را آورده، باب الهدیه للمشرکین. یعنی این نکات خیلی قشنگ است. یعنی امام بخاری احکام زیادی را از این حدیث برداشت کرده که مثلا ما در مورد این امام بخاری صحبت میکردیم که خیلی احکام فقهی امام بخاری خیلی دقیق است از این جهت است. یعنی احکام فقهی دیگر هم خیلی جالب بود که شما بهش اشاره کردین در بخش اول. فرمودید که مادر اسما اومده بود که اسما رو ببینه، ولی امام بخاری نوشته بود دیدار با پدر وقتی که مشرک باشه. یعنی اینم جالبه خیلی. بله یعنی جواب اون افراد رو هم میتونه بده که گفتن فقط این برای زناست، این میتونه جواب اونها باشه که امام بخاری اینجوری نفهمیده حدیث رو. بله حدیث را یعنی تعمیم داده به حدیث، یعنی فرقی نمی کند چه اون شخص پدر باشد، مادر باشد، دختر باشد، برادر باشد، هر کسی باشد. و اون مسئله که در مورد رسول خدا بیان کردم برای اهل مصر همین بود. و امام بخاری در این باب میگه باب الهدیه للمشرکین، دقیقاً این حدیث را، این آیه را آورده بعد از آن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. یعنی همون آیه 8 را آورده زیر این باب، قبل از اینکه حدیث را ذکر کند اول آیه را ذکر نموده، بعدا حدیث را آورده. متوجه هستی؟ و بعدا حدیث اسما را دوباره آورده که مادر اسما قدمت علی امی و هی مشرکه فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همسر یعنی این مسئله چیزا دوتاش را با هم ذکر نموده امام بخاری. یعنی این نکات کاملا روشن می کند که این آیات منظور این نیست در واقع، یعنی این حالت عمومیت دارد برای کافر غیر حربی، حالت چه کافر اصلی باشد، چه کافر غیر اصلی باشد، چه کافر مثلا یهود و نصارا باشد، هر کسی باشد. طبق این مسائل جایز است که انسان با آنان با رفتار پسندیده رفتار کند و این هم
سبب می شود، سبب خیر می شود. و اصلا آیه قبل از اینکه به اینجا برسد که در مورد قبل از اینکه در مورد اینکه شما با این افراد می توانید رابطه داشته باشید، رابطه نیکی، اول فرمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. اینجا میفهمی معنی این آیه را دقیق میتونی فهم کنید با توجه به اون احادیث و رفتار صحابه با قوم خویش خود. و ما میدونیم حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظاتی که ابو طالب در آستانه مرگ است میرود و با او هر کاری میکند که او را در واقع وادار کند و قانع کند که لا اله الا الله را بگوید. یعنی او را ترک نکرده، مرتب با او آمد و رفت داشته و از او را دعوت نموده که دعوت حق را بپذیرد. و در اینجا هم فرمود پروردگار امید این هست که پروردگار در بین شما و کسانی که با آنان دشمنی دارید، حتی شما را از خانه و کاشانه بیرون کرده، شما را اذیت کرده اند، امید این هست که پروردگار در میان شما و آنان مودت و محبت ایجاد کند، قرار دهد. یعنی چی؟ یعنی شما آنها مسلمان شوند و دیگه رابطه محبت و دوستی بین شما و آنان بیشتر شود. بعداً فرمود، پس در اینجا میفرماید خدا تواناست بر این کار، خیلی تواناست و خیلی آمرزنده و خیلی مهرورز است. بعداً فرمود پس شما را منع نمی کند، لا ینهاکم الله، شما را منع نمی کند از کافرانی که با شما نجنگیدند و شما را از خانه و کاشانه خود بیرون نکردند، با شما را منع نکرده که با آنان نیکی کنید و با آنان به عدالت رفتار کنید، زیرا پروردگار بسیار عدالت پیشگان را دوست دارد. بعدا میفرماید پس ما را از چه کسی منع کرده؟ فرموده انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. پروردگار شما را از کسانی منع میکند که چکار کرده اند؟ که به خاطر دین با شما میجنگند، با شما جنگیده اند به خاطر اینکه شما اهل دین هستید. یعنی دشمنی آنان با دین شما بوده. در واقع قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. پس یعنی چند چیز هست، یکی یا خودشون مستقیما با شما جنگیده اند، یا شما را از خانه و کاشانه خود بیرون کرده اند، یعنی شما را مجبور کرده اند که از خانه و کاشانه خود بیرون روید، یا اگر هیچ کدوم از این دوتا را انجام نداده اند ظاهروا علی اخراجکم، دیگران را پشتیبانی کرده اند بر بیرون کردن شما از خانه و کاشانه خود. پس پروردگار شما را منع می کند که با چنین افرادی دوستی کنید و رابطه دوستی برقرار کنید. یعنی کسی که با شما دشمنی می کند شما بیایید با او رابطه دوستی برقرار کنید. یعنی این دیگه خیلی مسائل به هیچ وجه یعنی قابل قبول نیست. یعنی این شرعی که هیچ عقلی هم نیست. بله، نه عقلا نه شرعا و درست نیست، ولی متاسفانه انجام میگیرد. خیلی ها این کارو انجام دادن. بله. کسانی آمدن پشتیبانی کردن از کافران علیه مسلمانان، از کافران برای نابود کردن سرزمین مسلمانان، از کافران برای نابود کردن مثلا کشتن مسلمانان. خیلی ها بودن این کارو انجام دادن. یعنی آنان را پشتیبانی کردن با پول، با مال، از زمین، از هوا، راه را برای آنان گشودند و برای زدن مسلمانان. این که جایز نیست. پس پروردگار شما را منع می کند از دوستی کردن با اون کسانی که با شما دشمنی می کنند و با شما جنگیده اند و شما را بیرون کرده اند، یا پشتیبانی کرده اند از کسانی که شما را بیرون کرده اند. پس پروردگار شما را از آن منع می کند. امام ابن کثیر می فرماید پروردگار این مطلب را در سوره های دیگر، در سوره مثلا مائده به تأکید بیشتری بیان می کند. می فرماید و من یتولهم منکم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. اگر کسی با چنین افرادی دوستی کند واقعا ستمکار است. یعنی فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید پس با یهودیان دوستی آنان را به دوست خود نگیرید، نصارا به دوست خود نگیرید. آنان دوست همدیگر هستند، با همدیگر دوستند. آنان اگر کسی آنان را دوست خود قرار دهد پس اون هم جزء آنان محسوب می شود. فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پس پروردگار قوم ظالم را هرگز هدایت نخواهد کرد. یعنی کسی که اینقدر ظالم باشد، کسی که با تو دشمن است، با دین تو دشمنی می کند و تو را از خانه و کاشانه بیرون کرده، یا خودت یا امثال خودت، یعنی برادران و خواهران تو را از خانه و کاشانه خود بیرون کرده و بعدا اون هم بیاید با چنین کسی دوستی برقرار کند، رابطه دوستی با او برقرار کند، این در واقع چنین کسی ظالم و ستمکار است و پروردگار هرگز چنین ستمکارانی را در واقع هدایت نخواهد، هدایت نمیدهد. در اینجا یعنی اگر ما واقعا به این مسئله باز هم بیان کنیم، یک نکته دیگری قشنگی وجود داره در اینجا در مورد زنان ایمانداری که با ایمانی که مثلا حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که عهد و پیمان بین مشرکین و مسلمانان انجام گرفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین قرارشون بر این بود اگر کسی از مسلمانان از اهل مکه مسلمان شد و وارد مدینه شد، رسول الله او را قبول نکنه، به مکه برگردونه، یعنی در مدینه او را راه ندهد، یعنی درسته خودش فرمود برو خدا راهی برای میسر کنه و این کار رو انجام داد. اما برای اگر زن مسلمانی اینم نکته خیلی مهمی است در مورد زنان که مثلا خیلی مردم شاید به این قضیه توجه نمی کنند و میگویند مسئله زن و مرد را در قرآن به آنان مثلا اسلام نسبت به زن خیلی کمتر توجه کرده تا به مرد، ولی در اینجا نگاه کن نص صریح قرآن در اینجا برای ما بیان می کند این عهد و پیمانی که شما بسته اید فقط مخصوص مردان است. زنان مؤمنه اگر آمدن حق ندارید که آنان را برگردانید. فرمود یا ایها الذین آمنوا، اگر فرصت داشته باشیم این آیه را بگوییم چیزی به نظرم مناسب. بله ما تقریبا 7 دقیقه وقت داریم، الان 6 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، اگر مناسب میدونی این آیه به نظر من برای تکمیل بفرمایید مناسب است. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اگر زنان مؤمن به سوی شما آمدند در حالی که هجرت کرده بودند، یعنی از مکه خارج شدند و به سمت مدینه آمدند و هجرت کرده بودند، فامتحنوهن، آنان را آزمایش کنید، آنان را قسم بدهید و آنان را آزمایش کنید تا مطمئن شوید، البته اطمینان قطعی نه، تا به نتیجه برسید که اینها واقعا صادق هستند و ایمان آوردند. مطلب دیگری وجود ندارد. الله اعلم بایمانهن، پروردگار خودش داناتر است به ایمان آنان، شما مثل خدا نمیدونید. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، اگر دیدید یعنی شما به این نتیجه رسیدید که اینها واقعا ایمان آوردند، پس آنان را به سوی کافران برنگردانید. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نه آنان یعنی نه اون زنان دیگه حلال هستن برای شوهران خودشون، شوهران کافر خودشون، نه شوهران کافرشون برای اینها حلال هستند. بعداً فرمود و آتوهم ما انفقوا، اما شوهران کافرشون اگر با اینا ازدواج کرده بودند و مهریه به اینها داده بودند، شما مهریه آنها را به اونا برگردونید، هرچی صرف کردن برای اینا برایشون برگردونید. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، دیگه اشکالی ندارد که شما با اینها ازدواج کنید بعد از این کار، بعد از اینکه عدهشون تمام شد از همسران قبلیشون، اذا آتیتموهن اجورهن، به شرط اینکه دوباره به آنها مهریه بدید تعیین کنید. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، برعکسش هم درسته، اگر زنان کافری دارید دیگه شما اون زنان کافر را پیش خود نگه ندارید. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، پس شما از آن چیزی که صرف کردی برای اون همسرانتون الان کافر هستند و اونا نمیخواهند مسلمان شوند،
اگر کسانی دیگری با آن ازدواج میکنن باید شما هم پول خودتون را از آنان بخواهید که برای آن صرف کردید ولیسألوا ما انفقوا و آنها هم از برای همسرانی که با آنان ازدواج کردند و الان ایمان آوردند از شما حق خودشون رو بطلبند، مانعی ندارند. ذلکم حکم الله، این حکم پروردگار است. یحکم بینکم والله علیم حکیم، که پروردگار در میان شما حکم و داوری میکند و او داناست به تمام حقایق و حکیم است و هر حکمی را که صادر میکند بر اساس حکمت خودش میکند، یعنی خارج از حکمت نیست، بر اساس حکمت این کار رو انجام میدهد. این نکته خیلی مهم بود که روشن شود. در اینجا نگاه میکنید چون زنان ضعیفتر هستند و زیر فشار و شکنجه قرار میگیرند، پروردگار این زنان را از این معاهده خارج میکند و میفرماید اگر زنان آمدن دیگر راحت باید اونا را بپذیرید و آنها را دوباره به آغوش کافران برنگردانید. این هم یک نکته دیگری، یعنی اسلام در واقع چون از جانب الله پروردگار آمده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا کسی که این هستی را آفریده نمیداند چه چیزی را آفریده؟ او میداند چه کار کرده، چی آفریده و او بسیار لطیف و نازکبین و خبیر و آگاه است، آگاه است به ظواهر و بواطن امور. در اینجا نکته این است در جاهایی که زنان برایشون سنگین است نگاه میکنید پروردگار اجازه میدهد که یعنی رحم بیشتری به زنان میکند و حال زنان را بیشتر رعایت میکند تا مردان، چون مردان میتوانند کار خودشون رو حل کنند اما میتونن گلیم خودشون رو عذاب بکشن. درست، کاملا میتونن گلیم خودشون رو عذاب بکشن، همچنان که کشیدن. وقتی که ابو بصیر آمد به مدینه و مسلمان شده بود رسول الله قبول نکرد صلی الله علیه و آله. گفت ای رسول خدا منو به اینا تحویل میدهید؟ فرمود بله ان شاء الله خدا راهی برایت آسان میکنه. اون هم رسما وارد در مسیر در وسط راه اون کسانی که به دنبالش آمده بود اونا را زد و کشت و خودش در اون وسط راه موند و اونجا برای خودش زندگی کرد و به تنهایی تا تعداد بسیار زیادی از مسلمانان به آنها ملحق شدند. حدود 80 نفر مسلمان میشدن از مکه به ابو بصیر ملحق میشدند و در اونجا برای خودشون زندگی میکردند و به صورت دیگه به کاروانهای قریش حمله میکردند و زندگی خود را از اون را تعبیل میکردند. بله به هر صورت اما برای زنان این کار میسر نیست و زن چنین کاری برای زن کاری آسانی نیست. به همین خاطر پروردگار حال زنان را در واقع در همه احکام در نظر گرفته. مثلا بر زنان جهاد واجب نکرد، جماعت بر زنان واجب نگردانید، یا حتی تأکیدی که برای مردان شده برای نماز جماعت برای زنان نشد. خیلی مسائل اینها مردم اینها را فراموش میکنند و میچسبند به مسائل دیگری که اون هم از زاویه دیگری که به آن نگاه میکنید هیچ ضرری یعنی نشده و اصلا ظلمی به او نشده، بلکه در تمام موارد اسلام بوده که انسانها را در کنار هم قرار داده. آخر به من یک دفعه یک کافری از من سوال میپرسید، میگفت این زنان میگویند اسلام در بین زن و مرد اختلاف قائل شده. منم گفتم خداوند متعال در قرآن فرموده این اکرمکم عند الله اتقاکم، از لحاظ ارزشی و معنوی و شخصیتی هیچ کسی بزرگتر نیست جز به تقوا. اگر کسی تقوا بیشتری داشت اون بالاتر است. حالا بگو زنی اگر تقوایش بیشتر باشد از یک مرد اون زن بهتر است از اون مرد است. اگر مردی تقوایش بیشتر باشد اون بهتر است. در نتیجه پروردگار جایگاه زن را در حد جایگاه مرد قرار داده از لحاظ ارزشی. و ما خیلی نکات را بیان کردیم، حتی در مورد قصاص و دیه و اینا مطالبی را بیان نمودیم که حقیقت امر طور دیگری این گونه نبوده که معروف است و این گونه که در میان مردم جا افتاده است. و مثلا یکی از اون چیزایی که به زنها دوباره مورد ظلم قرار میگیرن این مسئله بچه هاست. مثلا که زنی اگر از مردش جدا شود سریع میان بچه را از زن میگیرن، این یک ظلم است. خدا و رسول الله فرموده صلی الله علیه و سلم اون بچه باید پیش از مادر باشد تا زمانی که اون بچه به حدی میرسد
که خودش تشخیص دهد کدوم یکی را تشخیص میده. اصلا بچه به مادر احتیاج داره، به پدر که احتیاج نداره. اصل کار مادر است. مثلا در حالت عادی مثلا پدر خونه نیست، همیشه مادره که با بچه ها. واقعا جناب دکتر وقت برنامه ما به پایان رسیده. اگر مطلبی هست کوتاه دوست دارین اضافه بکنین در خدمتتون هستیم، وگرنه با بینندگان خداحافظی بکنیم. نه دیگه مطلب همین بود که ما این مسئله رابطه انسان با کافران چگونه باشد و رابطه‌اش در چه حدی هست و حد و حول در واقع حد و حدود این چگونه است با توجه به این آیات کاملا روشن شده و امیدوار هستم که روشن شده باشد برای بینندگان عزیز و گرامی. بله جزاکم الله خیر جناب دکتر، ازتون تشکر میکنیم، خیلی استفاده کردیم و از بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما بزرگواران رو به الله متعال سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.